در اواسط قرن 20 میلادی گسترش اقتصاد سرمایه‌داری، ظهور بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و جنگ داخلی منجر به رکود و ورشکستگی بسیاری از مشاغل ایالت باسک اسپانیا شد. برای حفظ فعالین اقتصادی محلی از آسیب‌های اقتصاد سرمایه‌داری و حفظ کرامت افراد اون منطقه، تعاونی موندراگون با هدایتگری یک روحانی مسیحی توسط 5 مهندس با دغدغه‌های اجتماعی و انسانی تأسیس شد. بنیانگذاران موندراگون آغاز فعالیت اقتصادی را آموزش حرفه‌های مختلف و توانایی‌های اجتماعی می‌دونستند. بعد از چندین سال تربیت متخصصین تعاونگرا، تعاونی موندراگون شروع به تأسیس واحدهای تولیدی به وسیله همین متخصصین کرد. در ساختار تعاونی چیزی به اسم کارگر یا کارفرما وجود نداره. اعضای تعاونی هم مالک و هم شاغل هستند. تمامی اعضای تعاونی به عنوان سهامداران از حق رأی برابر برای اخذ تصمیمات مدیریتی مهم برخوردارند. هر عضو این تعاونی از خدمات آموزشی، بهداشتی، مالی و غذایی ارائه شده برخوردار میشه و وظایفی رو که در واحدهای تولیدی و یا خدماتی بر عهده داره اونا هم باید انجام بده. اولویت اول توی تعاونی نه کسب سود و منفعته، بلکه حفظ کرامت اعضاشه. پیشرفت این تعاونی منجر به مهاجرت معکوس افراد به منطقه موندراگون و گسترش پیدا کردن واحدهای تولید، توزیع و توسعه محصولات شد. بعد از چندین سال تعاونی موندراگون در عرصه‌های مختلف صنعتی به تولید و فروش محصول رسید و در کنار بخش‌های تولیدی و توزیعی بخش‌هایی برای تأمین مواد غذایی و کشاورزی و مسکن و نیازهای آموزشی و خدمات اعضا هم فراهم کرد. امروز 60,000 پرسنل این تعاونی در گستره 150 شرکت مشغول به کار هستند و سالانه بالغ بر 8 میلیارد دلار درآمد دارند. موندراگون از بخش‌های تولیدی، توزیعی، مالی، 3 مرکز تحقیق و توسعه دانشگاهی، بانک اختصاصی و نظام سلامت مختص به خودش برخوردار هست. کشورهایی که توسط اقتصاد سرمایه‌داری بلعیده میشن، بازار واحدهای اقتصادی کوچیک و انحصاری به اختیار خودشون میگیرن. تجربه نشون میده که تعاونی امکان ایجاد یک ساختار اقتصادی قدرتمند مردمی و مقابل این دنیای سرمایه‌داری فراهم میکنه.